گیره نکن. امروز دیدین همین نگو که پدر نداری مادر نداری خدای لایم همین بچهای غریب و بچهای مسافر پروردگار تن جانشون صحت کنه که همین کمک و دستگیری میکنن فرزندای مادر بچه. نامتون چیه؟ نورالله. نامی خواهرک چیه اکا جان؟ ماه بیبی. اما اصلا خلا جان نغزن سازن خوبه خلا جان اصلا مفا جان شما راه گشتن نمیتونه دیده شما جانمه ای نمیزنه رو شاوی نمیکنه مونشا 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 ها ای برنو نمیبره مونش جین دارن السلام علیکم مردم خانم گرامی خوب هستین سلامت هستین ان شاء الله الله حفظ کنه کم تر گریپ هستم ده حقم دعا فراموش نکنین ان شاء الله الحمدلله این هفته ما تونستیم 10 اویله را کمک کنیم اویلهایی که حقیقتا احتیاج به کمک دارن و از هر یک شما خواهش میکنم که چقدر میتونم ما نمرای کارت را میگذارم ان شاء الله که هر هفته اچوتی پورا مول میسپاریم و چند اویله را تونستیم کمک کردن به شما پیشکش میکنیم پیشنهاد میکنیم که همین قدر اویله را کمک کردیم همین قدر اویله الحمدلله با خوراک تامین کرده شد از هر یک شما خواهش میکنم که چقدر میتونه 10 روبل 20 روبل 100 روبل 500 روبل قدرت به توانایی و این اویلهایی که میبینید در نوارو سبحان الله حقیقتا احتیاج به کمک ما و شما دارن و ما باید در پهلوی اینها باشیم و کمک بکنیم ان شاء الله که چقدر میتونن بسم الله به خاطر الله از هر یک شما خواهش برادرانه بی‌طرف نباشین این اقدامی که ما پیشه کردگی هستیم امیدوارم که پهلوی ما هستین ان شاء الله ما هر یک اویله را نواراشون گذاشتن میگیرم و تماشا کنید ببینید که در چه حالت قرار دارن الله جزای خیرتون بده سلام علیکم و رحمت الله محکم و مونیسا شما янгаш میشه نه این یتیمی کولای مایبی گروهی مایبی گروهی اگر چشمکش نمیبینه با یتیمه همه هر دو چشمش نمیبینه در حق همه غریبایی که همه چیزای شما در راه کردین دعا کنه خدا جان اگه همینا کسانی که ما در همه چیزای راه کرده خدا جان عیشون زیاد کنه خدا جان یکشون 100 کنه 100شون 1000 کنه خدا جان همیشه خوش وقت خرسان باشه الله اکبر همه وقت در سر جای نماز در حق همه غریبا دعا کنین مال خواهر جان گیره نکن. امروز دیدین همین نگو که پدر نداری مادر نداری خدای لایم همین بچهای غریب و بچهای مسافر پروردگار تن جانشون صحت کنه که همین کمک و دستگیری میکنن فرزندای مادر بچهای مادر فهمیدی موسی جان اکاهاش در رحمت خدا دولتشون زیاده کنه بچهای تاجیک هیچ وقت کسل نشون صحت سلامت بیان وطن دارن شما در اینجا با ایجارا نشینه نه اپا جان الله برکتتون یکی دختره که نگاه میکنه یا اپا جان شما چی شما میشوه من янгаш میشم امی چیزا را اپا جان غریبا روی کدگن داخشون دعا میکنه یک دو تین بچه خدا خیری کرده شما بدنش قبول کرده شمسیه در حقیقتا بیموره چی بیموری داره کسل روحیه هم بانسه بردگیم کدوم بانسه ده لنز کرایم خوب اپا جان از دختریش هم کسل روحی داره ای دخترش هم این چیز یاد شد که 20 سال زیاد شد خریب که شوهر کردگی نیست بیچاره نه دختری خانه تحت نگاه بینی شما آیا پدر مادرشون گذشته شدن شما خودتون نگاه بینی سلامت باشین توزگل یا چند تا نیم یتیمه اوتاشون جدا شدگی پرتگی رفتگی چهار دخترم سر ندارم با همون سببایی چی از شوهرشون جدا شدگی هستن ولی شرایطشون بسیار شرایط خیلی ناگوار هستن در حالتی صدموی هم گویم میشه مادرشون این حال کار نمیکنه خیلی کمک و دستگیری مردم قطعا آخه شرایطشون وضبین خیلی به حد شرایطشون وضبین حالتی میشه که مثلا مگزین هم اگر قرض گیرن اگر همین
یگان نفر باشه که کم کم قرض بشه. خیلی دختراشون ببینید شرم می‌دارن، دخترای کلان با شوهر شدگن، لیکن امیر و شرایط زندگیشون دخترها شرم می‌دارن که دنوار بیارن. میرزا السلام علیکم. همه چیزا را مهاجرات در شما روی کردن، در حقشون یا دعا کنه. رحمتی کنم پروردگار عمرت دارم فکر کنم چون خیالم خاص کارفون برکت سلامت صحبت یا نابینان معلومه باشه. هم نابینان کمپیر وای دارن، فراموش خاطری دارن. پسرشون جوان گذشتگی است، در سر مردش آورده بودن، برای همین خاطر رشتگان سلامتشون. دعا کنه در حق غریب و مایل. من سفر بختیار مایل میگوره یک از مایدکی از خودی هستم از مدرزو شرایط هم از بینه ما در خونه اولادی هم خیلی مایل باشیم الهی همین در حق مهاجره من بسیار فهمیدگی مهاجره بسیار آدمای خوبم خدا را شکر که هویا و ما مایبون به یاد ما میرسن و کمک بکنن هزارها بارها رحمت الهی هم چی مراد مقصد دارن با مراد مقصد سنرسن صحت سلامت باشن دائما در سر ما مایبون باشن کمک کنن ما البته کمک آنها رو با سر دیده قبول میکنیم با آنها صحت سلامتی پیشتری کار برار میتونیم خواهیم از درگاه خداوند و بگذار آنها چی آرزوی مراد مقصد دارن با آرزوشون هستن صحت سلامت باشن و تیزتر با خونه های خودشان با نزد زن فرزندان خودشان روند تاجیکستان ما آباد کنم با خاله و آنها خوشبخت خانه خدا نگهبانشون بود. پروردگار خیر کردگیش به درگاه خود قبول گردونه فرزنداش تنی جان صحت یا عمر دراز یا به کاراش و برکت وای کنه دست فرزنداش دست خیرشان با رویتر وای کنه خدا خیرشان قبول بگردونه باشون شود خدا عمری فرزنداشون درست کنه در این زمانه تینج و امانی خدا دیشون در پاشون خور نزنه میابد کنشون خیری کارگیشون رو به درگاه قبول کنه.